السلام علیکم دوستان محترم. درباره نشانه های رسیدن قیامت معلومات میدادید. نشانه های رسیدن قیامت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت گفتند که یکمین نشانه رسیدن یعنی سرشوی قیامت آخری دنیا این بعثت من است، یعنی پیغمبری من، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا بود، یعنی خاتم تیارشوی پیغمبرها بودند. و درباره نشانه های قیامت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی که این حدیث بخاری روایت کرده است، در بخاری است، از حضرت انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که این من اشراط الساعه ان یرفع العلم و یظهر الجهل و یذهب الرجال و یفشو الزنا و یشرب الخمر و یذهب الرجال و یبقى النساء حتی یکون ل50 امرأة قیم واحد. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که علم از جامعه برداشته میشه، یعنی مردم بی سواد میمونند. متاسفانه امروز اکثر جامعه ما بی سواد است، یعنی علم دینی از علم قرآن از علم سنت مردم دور میمونند جناب پیغمبر گفتند و بی سوادی در بین مردم آشکار میشه، اکثر مردم بی سواد میمونند. این نشانه رسیدن قیامت است جناب پیغمبر گفتند. و زیناکاری در جامعه زیاد می شود، زیناکاری در بین مردم زیاد می شود و شراب نوشی هم در بین مردم آشکار می شود. یعنی این گناه ها زمانهای پیش تا یعنی این سالهای 90 و 92 این گناه ها یعنی آشکار نبودن، پنهان بودن. هم شخصیت های که این گناه ها هم میکردن آشکار نمیکردن، پنهان میکردن. جناب پیغمبر گفتند یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که همین گناه ها آشکار میشوند و مردها کم میشوند. جناب پیغمبر گفتند و باقی میمانند زنها، حتی که برای یک مرد 50 زن میرسه. گفتند جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این چی هست؟ نشانه های رسیدن قیامت. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیثی که حضرت جبریل، یعنی این حدیث جبریل میگویند، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که اخبرنی عن الساعه. گفتند یا رسول الله، گفتند من از یعنی قیامت، از رسیدن قیامت خبردار کن. جناب پیغمبر گفتند که من از تو زیادتر نمیدونم، یعنی من هم چنین تو قیامت علمش در نزد خدای، فقط الله میدونه که قیامت کی سر میشود. بعد از اون حضرت جبرئیل گفتند که یا رسول الله من از نشانه های رسیدن قیامت خبر کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند نشانه های رسیدن قیامت این است که ان تلید الامه ربتها. گفتند مادر، یعنی مادرها مولا و صاحبهای خود را تولد میکنند. این جمله را دو نوع معنا کرده هستند محدثا. یک معناش گفتند امی ولد زیاد میشه، یعنی زمان پیش مردم غلام زن داشتن، کنیز داشتن، اونها را استفاده میبردن، یعنی با اونها هم خوابگی میکردن. وقتی اون غلام زن وقتی از صاحب خودش که کودک تولد میکرد، این یعنی چیش میشید؟ امی ولدش میشید. بعد از مردن مولاش این زن خود از خود آزاد میشید. اما دیگر معنایی که این حدیث داره، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند زنها یعنی مادرها برای فرزندها همچون کنیز و خدمتگار میشوند، یعنی انسانها مادرهای خود را همچون کنیز، همچون یک غلام بر این کار میفرمند. یعنی این نشانه رسیدن قیامت است. و دیگر نشانه هاش پیغمبر بزرگوار گفتند که هر انسانی سرلیچ و پایلوچ و برهنه، یعنی هر انسانی کمبغل، هر انسانی نادار، هر انسانی گوسفندچران در فکری آبادی عمارت‌های زمانوی میشه. یعنی انسان‌ها حرکت میکنن چقدر قصرها و خانه‌های عالی زمانوی داشته باشند. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تمام مردم شوق و ذوق و میلشون فقط در آبادی دنیا میشه، از آبادی دنیا چی آخرت در غفلت هستند. اینها گفتن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که نشانه‌های رسیدن قیامت هستند.